بشر میخوانن جهان کارگاه خداست. یکی میگه شیطان فریبت میده، یکی میگه دوزخ پر از اژدهاست. میگن که خدا مهربان است ولی 1000 سال است از بهشت رانده ایم. یکی دیگه یک سیب چید از درخت، ما باید که تاوان شب پس بدیم. در این اعتقادی که حتی خدا گهی دشمنی بنده هایش میشه. مجازات یک تار موی زنان سگ 4 چشم جهنم میشه. نمازی که با حرص جوی بهشت بخوانین که دکان مکاره هاست. بهشت پر از حوری لخت و عور، بهشت نیست بازار زنباره هاست. کی ساخته جهان چی فرقی داره؟ همین قصه ها ما را خواب میکنه. حالا وقت این است بپرسیم یه بار، کی داره جهان خراب میکنه؟ با انسان برتر شدن فکر کن، کسی که برای جهان لایق است، کسی که نه شیطان است نه خدا.